بالله من شرور سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وعن أبي ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق تقاته هو أن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر. صدق الله رسولنا نبي الكريم. اللهم انزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. أما بعد، برادران اسلام، برادران ایمان و کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله، اخوان معظم، در سلسله کائنات هر در دو جمعه پیشتر چیزی صحبت کردیم، اما بنا به ضرورت امروز درباره تقوا و درباره که اتحاد و اتفاق به چه ترتیب به وجود می آید و الله جل جلاله چه می فرماید در قرآن عظیم شان و رسول صلی الله علیه و سلم ارشادات با کدام اندازه برای اتحاد و اتفاق مؤمنین و مسلمین می باشد. عرض می کنیم: یا ایها الذین آمنوا، آیاتی که خواندم: ای مؤمنان، ای آن کسانی که ایمان آورده اید، اتقوا الله، بترسید از خدا، حق تقاته، چیزی که حق خداست در تقوا، ولا تموتن، و نمرید و وفات نکنید، الا مگر در صورتی که انتم مسلمون، مسلمان از دنیا بروین و مسلمان باشین، آن قسم وفات کنین و آن قسم بمرید که مسلمان باشین. از دنیا رخصت میگیرین وقتی که مسلمان باشین. واعتصموا بحبل الله جمیعا، و چنگ بزنین، محکم بگیرین آن رسمان خدا را، آن رسمان خدا جمیعا، یعنی همگی با جمعیت و با اتحاد و اتفاق رسمان خدا را بگیرید. ولا تفرقوا، و اختلاف نکنید، جدا جدا نشوید. واذکروا نعمت الله، و یاد کنید نعمتای الله جل جلاله را علیکم، آن که برای شما داده هستند. اذ کنتم اعداء، بفهمین اولین نعمتش اینمی است که شما ای مؤمنان و مسلمانان اعداء، یکی با دیگر دشمن بودین، فالف، الفت انداخت، بین قلوبکم، در قلبهای شما، فاصبحتم، و گشتاندن شما را و برابر کردن شما را، بنعمته، بنعمت خود، اخوانا، اخوانا یعنی برادرها، یکی برادری از مادر و پدر می باشد و یکی برادری رضایی می باشد و یکی برادری علاقی و اعیانی و عصبی می باشد و این است که این برادری همگی چیزات و جهان شمول یک برادری هستند که همگی مسلمانان اخوان و برادر هستند. و کنتم علی شفا حفرة من النار، یک نعمتش اینمی است که همگی نعمتها را برای شما دادن،
اسلام بود و ایمان بود و برادری بود و اتحاد و اتفاق شما برای شما دادن و کنتم و ببینین شما همگی نظر به حالت خود و نظر به حالت خود و نظر به هر گرایی که داشتن علی شفا حفرت من النار، در کنار یکی از چقوری ها و یکی از گودال های من النار، از نار و آتش بودید فانقذکم منها. ولهذا این نعمت ها را برای شما دادم به خاطری که شما را از این حفره و از این گودال و از این چقوری دوزخ شما را نجات بدهد. کذالک یبین الله، همین طور بیان میکنه برای شما، لکم برای شما آیاته، نشانی های خود را، علم خود را و همه احکام و نظام خود را خداوند جل جلاله برایتان بیان میکنه. لعلکم تهتدون، می شود که شما از آن مردمی باشید که هدایت پذیر باشید. فلهذا این دو آیات اساس اسلام گذاشته شده و بهترین یک آیات هایی هستند که همگی انسان و همگی چیزی که در دنیا زنده سر است و گپ میزنه و انسان خطاب میشود و بشر خطاب میشود و آن چیز رو قو میگوید نگاه داشتن خود است. با چه ترتیب نگاه کردن؟ پرهیز کردن است. پرهیز کردن به چه ترتیب و خود نگاه کردن به چه ترتیب؟ آن چیزی که ضرر دارد برای وجودتان، برای فامیلتان و برای همه مسلمان ها ضرر دارد، خود پرهیز کنید و بترسید و دور شوید از آن. و حق تقاته یعنی بهترین آن تقوایی که حق آن است. حق آن تقوا چیست؟ همه نظام الله جل جلاله را قبول کردن و از نظام خدا چی میبراید؟ یک بشریت تام و یک مسلمیت و یک سلامیت و یک تسلیم نمودن در راه خدا، حق تقاته. ولهذا همگی با جان و با مال، با همگی فکر خود، با همگی تصور و عقل خود فدا شدن خدا و در راه خدا قدم گذاشتن، این حق تقاته، بهترین تقوا و حق تقوا اینمیست که باید باشد. ولا تموتن الا وانتم مسلمون. و شما باید خداوند جل جلاله مهربانی میکنه و برتان میگوید که وقتی که حق تقوا کردین شما مسلمان میمیرید و اگر از تقوا دور شدین شما خدا نخواسته با یک مرگ و با یک موت دیگر میمونید. ممکنه سور خودتان کسب کرده باشید، اما خدا میخواه اینجا خداوند جل جلاله خواستش و رضایش اینمیست که باید شما در وقتی مردن و در وقتی فوت کردن باید شما مسلمان باشید. و مسلمان آن چیزی را میگوید که از همگی آفات و دوزخ و از همگی عذابهای خدا و امان باشد. و مسلمان تسلیم شدن است به این که همه راههای خدا را تسلیم کردیم و ما به آن امن و امان و آن نقطه گذاشتیم که عبارت از امن و امانی همگی دنیا می باشد. و در آیات دیگه واعتصموا بحبل الله جمیعا، بریتان اتحاد و اتفاق میگوید. یکی تقوا شد که بنیادگذار همه چیزا شد و دوم بریتان میگوید که چنگ بزنین به حبل خدا، به رسمان خدا، به عهد خدا، به قرآن خدا، به راه و روی خدا و به احکام خدا چنگ بزنین جمیعا، همگی متفرق نشوین و دور نشوین و از هم نزدیک شوین با هم یک، جمیعا همگی. فلهذا دو چیز شد، یکی تقوا و یکی اتحاد و جمعیت شما. ببینیم در دنیا به هر کافر، به هر ازم، به هر تنظیم و به هر کسی که به دین سماوی و یا به دین ارضی و زمینی می باشد برشان بگویند که اتحاد و اتفاق چیست؟ برات میگه بهترین چیز است. و برای این خاطر که از اسلام مردم دور ماندن، برای اینمی اتحاد و اتفاق قسم گرایی میکند، کسی تنظیم جور میکند، کسی پارلمان جور میکند و کسی توده و اتحادیه را جور میکند و کسی یک نظام آن و این را جور میکند
و اصولش اینمی می باشد که همه مردم را جمع کند و یکجای کند و برای یک مرام و برای یک استراتژی و برای یک آن مقصدی که اتحاد و اتفاق داشته باشه باید به او بچرخد. فلهذا جمیعا همگی دنیا ایرا تقاضا دارد و باز جداست که اصول اسلام در این را جداست و از کافر و از دیگر مردم که خود را اتحادیه جور میکنه اصولش جدا می باشد. فلهذا این یک اصول آسمانی است و کسی که خودگرایی میکنه یا تنظیم گرایی میکنه یا حزب گرایی میکنه و یا توده گرایی میکنه و یا میرود براهای دیگر مردم، او ساخته خود انسان است. فرقی نمیقدر است ساخته خدا و ساخته بنده و یا چند نفر. قانون خدا و قانون الهی و آیات و با قرآن و با احادیث و قانون وضعی یک کسی وضع میکنن آن، یک توده حقوقدانان آن را وضع میکنن، قانوندانان آن را وضع میکنن. این دو قانون در دنیا همگی قبول میکنن که اتفاق بهترین یک چیز است. این که سازماندهی چه رقمی میباشد و اهدافش چه میباشد او جدا است. اما مقصد ما و شما از اتحاد و اتفاق است که همگی مردم قبول میکنن. ولا تفرقوا، جدا جدا نباشین. چرا نباشین؟ در آیات دیگه میفرماید ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. ای مردم اختلاف نکنین، تفریق نکنین، با یکی دیگه نخورید، با یکی دیگه نزنین، با یکی دیگه خشن نباشین، با یکی دیگه خصومت نکنین. چرا؟ ولا تكونوا، اختلاف نکنید، با اختلاف نباشین. ولا تفرقوا، در تفریق نباشید. برتان بینات آمده، قرآن آمده، برتان راه درست آمده، نشانی های الله برتان آمده. فلهذا بعد از نشانی های الله مطابق او زندگی کنین، مطابق بینات خدا زندگی کنین. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا حتى جاء البينات. اگر کسی را نمیکنه ولهم عذاب عظیم، ولی او عذاب عظیم است. بترسید از عذاب خدا. و این عذاب در حدیث شریف است که الله جل جلاله میفرماید ما آن مردمی که امر مرا قبول نمیکنه در دنیا هم عذاب میکنم و در آخرت هم عذاب میکنم. آیا دلت دیگه قبول میکنه که در دنیا عذاب باشی؟ یک بچیت بمره، یک دخترت بمره، خدا نخواسته یک مال، یک زانی و جانی یک چیزی برای پیدا شود، مالی یک نقصان برای پیدا شود، ابرو عزتت خدا نخواسته دور شود، برای میگه در دنیا هم عذابت میکنم و در آخرت هم عذاب میکنم. میگه به طریقه الله تقوا اختیار میکنی یا نمیکنی؟ ولهذا این است تقوای انسان، این است تقوای انسان. فلهذا از تقوا گرفته یکی جمعیت انسان و یکی خود اتفاق انسان و یکی زیربنایش تقوا. این دو اصل در این دو آیات الله جل جلاله میفرماید که باید این دو اصل باید چی شود؟ مراعات شود. و اینطور نیست که برتان میگه حکم میکنه الله جل جلاله که اتفاق کنیم، اجتماع کنیم، اگر شما را در دنیا دوزخ دور میکنم فورا میاندازم. نه، برتان نصیحت میکنه و برتان واضح میکنه که تقوا چطور میباشه، حق تقوا چطور میباشه. بل ولا تفرقوا، تفرق نکنین. و اذکروا نعمت الله و نعمتای خدا را یاد کنین. هر نعمتی که در دنیا برید بسنده است، هر نعمتی که در دنیا برید فرزانه است و خوبتر میبینی و خوشتر است برید، همون را یاد کن. آیا نعمتای خدا ولا تعدوها، هیچ شمار کردن نمیتونی. خودت فکر کو اینقدر مصروف هستی در دنیا که گاهی نگفتی که خداوند جل جلاله برای ما چی داده و چی نداد و چی میخواهم از پیشان و کی میدهد. فلهذا همه چیزا را الله میدهد و الله تعالی میگیرد از پیشان. ولی تو میفرماید واذکروا نعمت الله، نعمت الله را یاد کنید. علیکم، برای شما داده است. اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، شما یکی با دیگه دشمن بودید، شما یکی دیگر نمیشناختید. ببینید اصحاب قابل گرفته، هر کس دشمنی دیگر است. اگر یک راهروی درستی بود و آن سخنی پدر خود آدم علیه السلام قبول میکرد، چرا تا به این روزی قتل جور میشد؟ چرا به این راه همه مردم میرفتن؟
سخنی و فرمانی یک پیغمبر و یک پدر و یک ریش سفید را قبول نکردن، تمام دنیا را در عذاب انداختن و تمام دنیا تا به قیامت به عذاب می روند. اگر قبول کرده میکرد و اعداء و دوری نمیکرد. و رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الف بین قلوبهم. اگر تمام چیزای در دنیا است و میبینی و در تصورت میباشه یه همه گیر نفقه کنی و خیرات کنی، در دل هیچ انسان الفت انداخته نمیتونی. فلهذا الله جل جلاله است که الفت میده، ولكن الله الف بینهم انه عزیز حکیم. عزیز و حکیم الله است. الفت او میاندازه و رجوع کنید برشان که برتان الفت میاندازه. خودگذاری کنید، حوصله کنید، حلم برداشت کنین. صبر جمیل والله مستعان على ما تصفون. گفته پیغمبر است صبر جمیل است. زیای مالتان، زیای اولادتان، زیای همه چیزایتان میرود. صبر جمیل والله مستعان على ما تصفون. و الله جل جلاله قسمی که صفتهای اعلی داره همرایتان کمکی است و همرایتان معاونت میکنه، مگر به او رجوع کنید. در هر حال به او رجوع کنید. فاصبحتم بنعمتی اخوان. شما را به همه چیزی که نعمت برایتان داده اخوان ساخته. اول نعمت دینی را ببینید. این مسجد برای اتفاق است یا نیست؟ این مسجد برای چی جور شده؟ ببین اذان برای چیست؟ نماز صلات و جمع برای چیست؟ جماعت برای چیست؟ نماز عید برای چیست؟ نماز استراحی جنازه برای چیست؟ و روزه برای چیست؟ و زکات برای چیست؟ و حج بالاخره برای چی می باشد؟ هدف و مقصدش چیست؟ شما را جمع میکنه، اجتماع میکنه، در مابینتان نعمت های خدا بیان میکنه. روزانه برای اینمی حال دین از دینی ما و شماست و یکی با دیگه نصیحت کردن است و یکی با دیگه نزدیک کردن است. چرا شما پشت یک امام استاد میشید؟ چرا امت های صحابه کرام چرا پشت یک پیغمبر استاد میشدن؟ چرا تمام امت ها به یک پیغمبر استاد میشه؟ چرا در هر مسجد پشت یک امام استاد میشه؟ اینمی عبرت ما و شماست، اینمی درس ما و شماست، اینمی نصیحت ما و شماست، اینمی الله جل جلاله فرمودی الله است که باید به اینمی نعمت ها نزدیک شوید. مصلحت های شخصی خود ما، مصلحت های شخصی فامیلی ما، مصلحت های شخصی اجتماعی و حزبی ما و تنظیمی ما و همه چیزایی که ما شما تعصبات داریم، از همه تعصبات گذشته با خدا جل جلاله توجه کنین، رجوع کنین، بالاخره الله جل جلاله همه مشکلتان حل میکنه. و این دنیا نه آن لیدر و نه آن دوست و نه آن رفیق و نه آن صدیق تو را از هیچ مشکل خلاص کردن نمیتواند، صرف رجوع به خدا و خدا والله مستعان علی ما تصفون. تمام صفتای داره که شما را معاونت کنه. ولی هذا چرا میگه؟ برای تو میگوید برای لاریازی که در دنیا برای نعمت دادم فاصبحتم بنعمتی اخوانا، برادر شدن. او برای تو میگه تو برادر هستی و سحر وقت برای میگه السلام علیکم سلامت باش از ما، السلام علیکم سلامت باش از ما، به دروغ میگی. اگر نی سلامت بودن در نماز و فرض ادا کردی و امر خدا را بجا کردی و با جماعت همگی گفتی که سلام برای تو ای برادر از ما با امن باش. فلهذا این است نعمت اخوانی و برادری. دیگه چی باشد؟ در یک صف استاد شوید، خود در یک تنظیم استاد شوید، در یک نظم خدایی استاد و کنتم علی شفا حفرة من النار. آیا یادتان نیست در چه حالت بودید؟ آیا عربا در چه حالت بودن؟ دخترای خدا با گور نمی کردن، گوشت یکی دیگر نمی خوردن، زن حایضه را در یک اتاق بندی نمی کردن، محبوس نمی کردن و یکی دیگر که مال دیگر نمی گرفت غنیمت برش نمی گفتن، چور نمی کردن، دزدی نمی کردن تا به هلاکت رسیدن. بالاخره همه قوم از بین می رفت. الله جل جلاله برش در وقت و زمان محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم فرستاد و از همه چیزا مانی شدن. بالاخره اخوانش ساختن. اوس و خزرج در مدینه یکی با دیگه میکشتن، 500 نفر به زور یکی با دیگه میکشتن و آن شعرای جور کرده بودن، حماسای خدا میگفتن
و یکی با دیگه شیرای خدا میگفتن و به غیرت می آمدن و یکی با دیگه با شمشیر میزدن. رسول صلی الله علیه و سلم در مدینه رفت اونمور اخوان ساختن، یعنی به نعمت رسول صلی الله علیه و سلم، به نعمت دین، آن مردمی که 500 سال بدی داشتن لهذا او اخوان شدن یا نشدن؟ ایا مرده، کلانا، زن و مرد همگی کشتنش و خونریزیش و همگی بغاوت ها و حمله هایشان در وقت و عند الوقت همگی را میزدن یا نمیزدن؟ همگی اخوان و برادر شدن. یعنی در همین عرب ها عمر رضی الله عنه پیدا نشد، ابوبکر صدیق پیدا نشد، عثمان رضی الله عنه پیدا نشد. درست است پیدا شدن. امی مردم اینمی بیرق اخوانیت و اینمی برادری را و اینمی حکم خدا را قبول کردن. با ما و شما اسلام نامد، با سند و با ایران و با توران نامد، با ترکیه و بنگلادیش و پاکستان نامد، در هر قاره تا با اسپانیا و در اروپ نامد. امروز همین بیرق در دست است برادرم. و جای این که تعصبات مراعات کنیم، پیش برو در اسلام، خود را مسلمان بساز، با ذات خود، با وجود خود اسلام را قبول کن، در فامیل خود اسلام بیار. بعد از این در دیگر معاملات باش. بیا این اینجا یک قاضی است در مابین حکم میکنه، ما و تو دعوا داریم برای زمین، برای یک چیزی جنایی یا جزایی دعوا داریم. قاضی برای ما حکم میکنه، در دل میفهم که من حق هستم یا تو نه. اما قاضی حکم میکنه که حق ما را برای تو میدهد، ما اینطور میکنیم که شمشیر را میکشیم، قاضی را میزنیم. یا این است که با خدا صبر میکنیم. بعد میگه خداوند تعالی که صبر کن و دین ما را خراب نکن، نظام را خراب نکن. این نظام خرد باشه یا کلان باشه، خرابش نکن. لایق توست، اینمی پیدا شده، اینمی هستی، این نظام خراب نکنی. بیا بشین زنگولکش رو که امام برای چی میگه، وارث نبی برای چی میگه. اگر فرزن برایتان گفتن، اگر خدا نخواسته یک گپی خراب و خشن از دانش برآمد، حوصله کو پیش خدای چقدر اجر برات میدهد. و اگر نیکی این است که با فکر خود، با همگی جهالت هایی که اندرون انسان است، با او حکم میکنه، لهذا راه جدا میشود، خراب میشود. و آخر چیست؟ آیا از خدا نمیترسی که او برات میگه على شفا حفرة من النار، نرفتی در امان جایی که آنجا دوزخ است و آنجا چقوری خداوند جل جلاله که برای گناهکاران بی‌وفاقان ساخته و انقذکم منها، ولهذا دور کردن شما را و خود دستور خدا را کذالک یبین الله لکم آیاته. این طور است که نظام الله برایتان بیان شده. صحابه کرام، رسول الله صلی الله علیه وسلم، تابعین، تابعین، مجتهدین اربعه و دیگر همگی علما و کرام از سلف تا به خلف، همگی برایتان همگی چیزها را بیان کرده. دیگر هیچ چیز نمانده، بی مفهوم نمانده، در غموز نمانده، در کتمان نمانده، برایتان جور شده. ولهذا بیا او برادرم، میشه انسان خطا میکنه. اگر خطا نمیکنه، چرا لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا. ای الله مرا نگیر در آن چیزی که ما فراموش میکنم و خطا میکنم. آیات برایتان پیش آمد، از خطای خود بگذر، از خطای خود توبه کن و به اتحاد و به اتفاق بپیوست. و رسول صلی الله علیه وسلم در حق تقاته میگه، حق تقاته، حق تقات یا حقی. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه، ربیع رضی الله عنه، قدرت رضی الله عنه، حسن بصری رضی الله عنه. و این استناد میکنه که رسول صلی الله علیه وسلم این میگه صحیح حدیث، حق تقاته هو ان یطاع فلا یعصى، اطاعت خدا را بکن و لا یعصى و بنافرمانی نکن، و یذکر فلا ینسى، یاد کن همه چیزهای خدا را، فراموش نکن و برای خود نرو. و یشکر، شکر کن، فلا یکفر، و کافر نباش به نعمتهای خدا که از پیشت میگیرد. و اگر فردا از پیشت گرفت باز چی میکنی؟ و همگی به دست اوست. در آیات دیگه میفرماید اتقوا الله ما استطعتم، تقوا کنین تا که بتوانید و میتوانید. یعنی هیچ برای تو در راز خود، در دنیای خود و در فکر خود هیچ جایی نیست. ولهذا بهترین چیز
راه نجات دو چیز است، تقوا و اتفاق و اتحاد. غالبا وقت پوره شده و ان شاء الله باز در سلسله نمی اگر وقت بود دیگر قبل دعا میکنیم در اخر ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار.